ذهنی سوژه است بر اساس عموما ها، نه اینکه حرکت نکنه ولی حرکت های دوربین بر اساس ذهنیت کاراکتر اتفاق میفته. یعنی این نیست که حتما تو حرکت باید بکنی بعد، ولی تو سینمای کلاسیک حتما تو باید حرکت کنی، علی باید حرکت کنه که دوربین هم حرکت کنه یا دوربین بره این ور اون ور لیت کنه. ولی تو سینمای مدرن نه، سینمای مدرن در همین که تو دغدغه ذهنی ذهن درگیر اینه که مثلا فلانی رو بری مثلا پولتو بگیری ازش، پولتو نگیری، کشمکش درونی میشه، کشمکش ها بیرونیه. به روز و صبح بری یکی رو بکشه، دوربین هم باش کدو میره، خب فضولی نرو. دوربین پس میره. ولی وقتی که آقای محمد یه بار دیگه بازسازی میکنی زمین خوردنه رو. بازسازی میشه. پس حرکت های کلاسیک عموما بر اساس حرکت سوژه اتفاق میفته و سوبژکتیو نیست، بیشتر اینکه کاراکتر میره به سمت چپ، دوربین میره باهاش، حالا با توجه به شرایط میخواد مثلا به چپ نگاه میکنه، دوربین حالا پن میزنه یا لیت میکنه، پوش میکنه. حرکت ها عینی، هر چی که من بیننده، هر چیزی که توی صحنه به صورت رویداد اتفاق بیفته با